Hello guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be a little different because it's going to be all in Farsi and it was so hard to make, but we did it. I'm going to do English subtitles, so for those of you who are interested in seeing how this look comes to life, you can read the subtitles. Before my MIA-ness, I had announced that I'm going to start making Farsi tutorials, and a lot of Farsi speaking individuals were super excited, but then I felt like I let you guys down because I never came through, and now it's the time. I was extremely inspired recently ever since the whole crazy, I'm not a political person, I will never be, I just really, social issues really matter to me, and I feel like I need to speak up, you know, because it's my people. I am Iranian/American. I was born in America, and then my family moved to Iran. We lived there for 10 years, but my family immigrated from Iran 28 years ago, and what's going on right now is crazy to me because I know there are so many families being affected by it. And I love my culture. It has made me who I am today. Right now is such a sensitive time that we all need to come together, and it's been amazing seeing it happen. Everyone all around the world is literally coming together. No matter where you're from in the world, we are all equal. Your color, gender, religion, race, none of that matters. We are all of the human race. There are so many people out there who believe the same, so if we could all just stick together, positivity and love always wins. We are living in a weird time right now, so I had to touch on these things, okay? Okay, I'm gonna start the Farsi portion of this video. Alright, let's jump into this. سلام همگی، خوش آمدین به کانال من. اسم من بیتا هست و من اینجا روی اینترنت ویدیو آرایشی همیشه درست کردم. خیلی وقت پیش به شماها گفتم که اناونس کردم که ویدیوهای فارسی خواهم شروع کرد، ولی اون ویدیوها هیچ وقت شروع نشد. حالا که برگشتم ویدیوهای فارسی باهاش شروع میشه و ماهیانه براتون درست میکنم. قبل از اینکه شروع بکنیم این آرایش رو بهتون امروز نشون میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد ازش و اگر خوشتون اومد به هر کی که میشناسین بگین سابسکرایب بکنین. حالا بزن بریم. معمولا پوست من خیلی چربه ولی نمیدونم جدیداً چرا اینجوری شده که خیلی خشک شده. پوست آماده کردن تو این موقعیت خیلی سخت با این مارک پرلیر، اسمش هست هایدروزون. همه صورتم رو تون خواهم کرد. یا قمر بنی هاشم. مارک این هست اول هندریکس. میزنم روی همه صورتم. حالا میخوام ابروهامو درست بکنم. میخوام به صورتم از این بزنم که مادرم میگه اسمش هست کرم پودر، ولی من نمیفهمم چرا اسم این کرم پودره، به خاطر اینکه اصلا پودر نیست. Smashbox Studio Skin رنگ 2.3. با این توپ بنفش با این توپ صورتی صورت رو با این کرم پودر یک میکنیم. مارک مک NW25 این هست. کرم پودر زیر چشم مثل 2 تا 7 زیر چشممون نقاشی کنیم. با این توپ صورتی پخشش کنین. یه توپ دارم قلقلیه. من زیر چشمم به خاطر اینکه خیلی چرب میشه با این مارک لورا مرسیه، این هست ترانسلوسنت پاودر. اگر شما پوستتون خشک هست اصلا این کار نکنیم، به خاطر اینکه زیر چشمو میکنه مثل گچ و خر بیا باقالی بار کن. انقدر وقت نداریم که 10 دقیقه بذاریم این باشه. 2-3 دقیقه بعدن وایپ آفش میکنم. این تکنیک به فارسی literally translate میشه به پختن. کرم پودرمون رو میذاریم بپزه. داریم کرم پودرمون رو پخته میکنیم. حالا هم داریم گردگیری میکنیم. ریختمون شبیه دونه روح شد. برونزه، نه برانزر ولی برونزه، صورتمو گرم میکنم. حالا همون تکنیکی که استفاده کردیم با این توپ صورتی میایم زیر این، یه خط هم زیر این طرف برای رژ گونه. این Too Faced Love Flush اسمش هست Your Love is King. با این میزنیم روی گونه هامون، رژ گونه. 2 تا خط روی این
دماغ خواهد رفت پایین. با یه همچین براشی پودر رو گردگیری خواهم کرد دوباره. من فقط میخوام با یه دونه پالت این ریخت رو برای شما درست کنم که اگر خواستین بخرین راحت باشه، فقط از یه جا همه رنگا هست. یکی از دوستای من ویگاس نی، اسمش هست نایومی، و این پالت رو با تو فیس درست کردن. قبل از اینکه شروع کنیم با این سافت میزنیم رو همه چشممون که سایه چشم خوب نگه داره سر جاش. آش با جاش. دو تا چسب نوار بزنین اینجوری، کارتون هم تمیزتر میشه و هم خطش خیلی آنچنان میشه. اوکی؟ این چشم تموم شد و با شما این چشم خواهیم کرد. شروع میکنین اول با این رنگ میلنیال زمین سازی باهاش میکنیم. دومین رنگ میشه گرلز نایت. میخواین این رنگا رو بذارین روی قسمت بیرونی چشم. Double tap that girl. سومین رنگی که میخوایم لایه بکنیم همین هست. میخوایم داخلی چشمم حالا درست بکنیم، ولی این چیزی که خیلی خیلی مهم هست glitter glue. اینو میزنم روی پلکم. The strip #selfie. این دوتا رو هم میزنم که این رنگی بشه. حالا میخوایم داخلی چشم باهاش رنگ بزنیم و من این دوتا رنگو chandelier و #selfie میذاریمش روین. زیر ابرورم یه کوچولو بزنیم. چسب نوایی رو برداشتیم. دابل تپ رو برمیدارم و سنسیتی میزنم زیر چشم. اینم زیر چشم میخوایم پخش بکنیم که خیلی قشنگ هیچ خط سفتی نباشه. بعد حالا توی چشممون رو با یه دونه مداد سیاه پر خواهیم کرد. مژه مصنوعی میذارم. حالا وقتی ریمل هست و من امروز Smashbox X-Rated خواهم استفاده کرد و Bare Minerals Lash Domination. حالا میخوام صورتمو یه کوچولو براقی بکنم و با این پالت هست اسمش Cover FX The Perfect Highlighting Palette. دوتا پودر داره و دوتا کرم داره. من با رنگ 2 و انگشتم که میشه این رنگی میذاریم روی بالای گونمون. واو. حالا رنگ 3 رو برمیداریم، بعد میزنیمش. ببینین دیگه براقی ترین براق. دیگه اگه شب بود منو گم نمی کردین. مارک Cover FX دوباره، این اسمش هست Illuminating Setting Spray. شیک اول. Oh my god. یا قمر بنی هاشم. برای رنگ لب امروز فقط 2 تا رنگ آپشن بهتون میدم. خط لب میزنیم Makeup Forever No. 10. رنگ روش هم میزنیم Makeup Forever Liquid Lipstick 103. حالا رنگ دوم میزنیم. برای خط لبم MAC Vino خواهم استفاده کرد. برای رنگ لب Too Faced Liquid Lipstick Drop Dead Red. اگر دوست دارین میخواین چیزای دیگه ببینین توی کامنتس below بنویسین چه چیزایی میخواین ببینین. مغزم انگلیسی فکر میکنه و دهنم با مغزم مچ نمیکنه. خیلی سخت بود این ویدیو رو درست کردن، ولی امیدوارم که خوشتون اومد. به همه دوستاتون، خاله، عمه، دایی، به همه سلام برسونین و من شما رو دفعه بعد میبینم. خدافظ. و بگین که سلام سر تو کلام. سلام همگی. آقای کلاه قرمزی، دکتر امن. کانسپت کانتور مانتور
خیلی بزرگ. خب همه ایرانی ها مگه همه چی رو رایم نمی کنن؟ موژه محسوم. حالا یه دونه موژه معصومی مصنوعی. تعریف و نوا داشته مو فرفه گیسو کمک با بودن تو با صفا Alright, we're done.